ای مطرم گنبانگا نزا پوگ میشه سغیره. یگان بار استغانا نمیمونه بچه پسر جوان آمد یه شپلق زدم بسیار دلیت داشتم اونجا. مثلا برای خدمت رسانی کردن در یک توی چقدر مبلغ میگیرید؟ 25,000 و 20,000. پولاشونا قبول نمیکنم کرچی. ای شوهر وزیره نه، اگر رفتی خیانت کنه چیکار میکنی؟ من فرض کردیم که شما ساعت 2 خیانت شب. نکنم شه. درود بینندگان عزیز، برنامه اسرار هنر است تقدیم شما از کانال ام پروداکشن و مهمان برنامه ما هستند این لحظه ها یکی از چهره های شناخته بانوی صنعتکار خوش صدا و خوش سیما جمیله اکرامова. خوش آمدید به برنامه. تشکر زیاد. من اول شخصا از میخوام سلام خودم را به همه شما با برنامه شما و با مخلصان همین برنامه میرسونم. سلامت باشید. و این برنامه ما برنامه نو است، از برنامه قبلی ما فرق میکند. مخلصان عزیز، ما کوشش میکنیم که دوام چند دقیقه طبع شما رو بالیده گردانده باشیم و جمیله بانو نیز کوشش میکند که با سخنهای خوب، هزلهای نمکین خود خاطر شما رو بالیده کرده باشد. و برنامه ما از دو بخش اساسی عبارت است. بخش اول آن ما کوشش میکنیم که به خاطر بالیدگی خاطر مخلصان کمی هزل و شوخی کرده باشیم و یکی از سرودهای شما میان مخلصان بسیار مشهور شد، این چند سال قبل بود و تا هنوز مخلصان او را زمزمه میکنند، میشنوند، در توی ها بسیار سراینده ها میخوانند. سرودی مطرح میگم بانگ نظر پوگ میشه صغیره. من یک مصرعش رو میخونم، خواهش میکنم از شما که شما دوام دهید. میشود؟ مطرح میگم بانگ نظر پوگ میشه جمیله، کارچرا میگیری مرا میزنی ترما میشه یه باره. ای مطرح میگم بانگا نزا پوگ میشه سغیره. کارچرا میگیری مرا میزنی ترما میشه یه باره. بانگی افغان مرا دیوانه کرده، عراقی روس مرا بخانه کرده، توماری ملا مرا دیوانه کرده، بچه تاجیک مرا بخانه کرده. آنها اکراس شب بگین همین بانگ عرق همه چی گفتین. یگان بار نه استفاده نبوده؟ نه استفاده نبوده. برای چی؟ دوست نمیدارم. کل نیست میخونه نه لیکن استفاده نمیبره. نه میخواستم فهمم که این سرود شما برای کی خوندید؟ برای چی محض این سرود خوندید؟ این سرود حجوی بله. حساب میشه، بعد بسیارتر نصیحتی هم هسته و مخلصان خچه بسیار کی به شما یافتگی. پیشنهاد کرده بود؟ امی خلق بسیار خودش طلب کرد. همین سرود بخونیم گفتم. مخلصان خچه پیشک پیدا کرد که زنده که میخواندیم در توی ها توی نه بسیارتر کنسرت ها مونده در طرف های مسکو بسیارتر طلب کردن و کردن. هم خیلی خواندیم که همین سرود جوه شده. خوب قبول کردن خوب مردم. قبول کردن. این زمان جای فعالیت میکنید؟ در یکون نه. طربخانه، در یکون انسامبل دولتی؟ طربخانه دست ما. کدوم طربخانه مخفی نباشه؟ طربخانه راحت. طربخانه راحت ده. شبانه هستن فکر میکنم؟ بله. تا ساعت 2 تمام میشه نه بفکرم؟ تا ساعت 2 ادامه میابد؟ 2 3 هر. بعد دیر میروید خونه، شوهرتون رشک نمیکنن، جنگ نمیکنن؟ نه. چه خیلی رشک میشوه که نمیگن که شما دیر آمده؟ میگم دیر آمده، میگه جنگ میشه با ساز میشه. زندگی به جنگ جنجال نمیشه. نه نمیشه. بسیاری سراینده ما زن دیم هستند، مخصوصا همین بانوان جوان، بانوان زیبا. با فکر شما برای چی زن دیم میشوند؟ یکون کس یکون چیز اونا رو مجبور میکنه با فکر شما؟ اما مردکا خودشان مجبور میکنن که بیای ما شما را بگیریم. شما چی؟ شما را مجبور کردن یا اینکه با خواست خودتان؟ ای هر دو طرف شده گیدم. دست داشته گرفتیم؟ کم
کم کم این معلوم که شوهر خود را کم کم دوست می‌دارید. کم کم برای چی بسیار نه؟ نمیدونم. کم قمردک را دوست میدارم. با کم کم دوست داشتن زندگی شیرین میشه مگر؟ بله. میشه. زندگی خوب داره، شکایت نداره نه. شوهر. نه. یعنی کم کم دوست می‌دارین شوهرتون. کم کم. چند فرزند داره دیگه مخفی نباشه؟ 2 تا. 2 فرزند داره. 2 پسر. 2 پسر. سلامت باشید و بیایید بخش برنامه ما از 10 سوال عبارت است. سوال ها طریق واریانت به شما پیشنهاد کرده میشد. پاسخ آنها شما یکی از پاسخ را انتخاب میکنید و رفتو اگر که پاسخ که شما باید به ما پیشنهاد کنید به مخلصان در واریانت ما نباشد میتونید که خودتون پیشنهاد کنید. آماده باشید میروید. آماده. گاز دارد ماشینتون؟ نه بنزین است. سوال اول، برای چی محض سراینده شدید؟ ا. این آرزوی کودکی من بود. ب. مشهور شدن میخواستم. و. زندگی مرا مجبور کرد. گ. از حساب صنعت پولدار شدن میخواستم. این ثروتمند شدن میخواستم. همه طرفا. همش موافق هستن؟ همش توغری میگیره. یعنی میخواستید این هم آرزوی شما بود، هم مشهور شدن خواستید. بله. هم زندگی مجبور کرد و هم از حساب صنعت خواستید که ثروتمند همش دمی وای زندگی اومدگی از سرم گذشتگی. بله. سوال دوم، کی و شما سرپرستی میکند؟ ا. دوست داشتم. ب. شوهرم. و. والدانم. گ. یک مرد ثروتمند. والدانم. والدانم. دوست داشتهتون شوهرتون نمیکنن؟ خودم میکنم، کار میکنم، حساب کاری خودم. بله. سوال سوم، در روی صحنه بار نفر شما رو زده است؟ ا. بله 1 بار. ب. نه خدا نشان ندهد. و. بسیار زدن من عادت کردم. 1 بار زدگی، نه 2 بار زدگی. 1 بار 2 بار کنم. 1 بار شپالاقت، 1 بار دیگه توی در طرفی و مومین آباد سنگ چقتی اومدگی. زردالو و پمیدور بودرین خیلی نزدن آخه؟ سنگ چقتی. گودکا میزنن. با شپالاق شما رو در کجا زده بودن؟ دمسکو. کنسرت بود؟ کنسرت کار میکردیم. نقل میکنید به مخلصان یعنی چگونه همین حادثه رخ داد؟ حادثه در یک برنامه دیگه هم نقل کردگیم. کدام سال بود؟ سال 2014. هنگام سرودخوانی؟ هنگام سرودخوانی بچه پسر جوان آمد یه شپالاق زدم. با نپرسیدین برای چی زدی؟ نگفت؟ خیلی گفته که کجا با گپ چپش بسیاره. مثلا برای چی اومده شما رو هم تو میزنه؟ شاید که یکون دل و نیت داشته است شما نرفتین؟ خیلی بسیار دل و نیت داشتم. مثلا چی گفتن که اومده شما رو زد؟ هیچ هم اومدید خونده سبودم سرود یه شپالاق زدم. بعد نگفتین برای چی زدی؟ نه اونجا که دیگه بر راز برامون کلانش بردنش به فیلم باید کنسه خیلی او سبردنش هم رئیس بردنم خیلی معلوم که زده هم دیگه نزدن؟ نه او سنقتی برای چی زده بودن؟ توی در قشلاق میره که طرف مومین آباد چه محقول نشید؟ نه خیلی گودکا میزن که رقصورم غیرم قشلاق خدا سنگ چقدی همقه کارش دیگه سرتون نکفید آخه؟ نه خب سلامت باشید. بیا میگذاریم به سوال دیگر. برای خدمت رسانی کردن در یک توی چقدر مبلغ میگیرید؟ ا 3000 سومونی، ب 5000، و 8000، گ این مخفی است. چقدر مبلغ میگیرید؟ نرخایی که شما گفته ده همش بگیم رفتگیم همین نرخ ده. برای چی نرخ معین ندارید که مثلا بعضی سرایندهای ما نرخ معین دارن میگه اکا 25000 و 20000 اگر تید میرم نه تید نمیرم دیگه ارزان نمیشه. نه معین است برای که توی دوره است که پول ندارم میگه شرایط ندارم
зурум намераса, қарз дорум, ба шароити амода мерам туяш. بله سلامت باشید. خب بیا سوال دیگر رو میبینیم. چقدر مبلغ به شما دیدن که صحنه رو پورا ترک میکنید، دیگر تماما سرود نمیخونید، توی نمیروید، در طرف خونه راحت کار نمیکنید، زن خونشین شده یا یگون به تجارت یگون کار دیگر مشغول میشوید؟ ا 20,000 دلار، ب 30,000 دلار، و 50,000 دلار، گ تماما ترک نمیکنم. Да чихе гап занма ки? کمان مبلغ زیاد کنید. Не, зиёд не. یگون نفر پیدا میشد که میگد که من جمیله بانو در 100,000 دلار میتیم دیگر سرود نخونم. هستن خیلی تاجرون، ثروتمندان، هست علیگرخو. چقدر مبلغ تیم؟ من شما درآمد یک ساله هاتون رو حساب کنید چقدر میشود، 10 ساله چقدر میشود، اون ضرب زده. Не, мами, ягон ваша пулашона қабул намекунам, короче. کاری خدمت ادامه میدم. ترک صحنه نمیکنید. برای چی نمیشد؟ تا دیلی خودم نمونم. از این قدر عذاب ده نمیشد کمی از دیپلمه ده دلار برم بگیری و دیگه نه سرود بخونی، نه کلیپ بکنی، نه رستوران روی تو ساعت دی شود در رستوران. میشد باید 3-4 سال با استقانه نمیمونه صنعت داده. ما از سرم گذراندگیم خیلی. یعنی نمیتوانی؟ یا 4 سال کار نکردم با خیلی که صحنه را نتونستم پرداخت. بیایید سوال دیگر رو میبینیم. سرودی بانگ نزن صغیره برای کی سراییدید؟ ا برای دوست داشتن، ب برای بچه های بانگی که دیگر بانگ نزنن، و با درخواست مخلصان سراییدن. با درخواست مخلص. ب واریانتی ب. یعنی برای اون دوست داشته که بانگ میزد برای وای نبودن؟ نداشتم خیلی دوست بانگ داشتم. نمیزدن دوست شما؟ چی میزدن؟ سیگارت. سیگارت میزدن. سیگارت هم همون در بانگ است. برای چی زود به روسیه میروید؟ ا با خواهش مخلصانم برای گذراندن کنسرت ها میروم، ب تماشا و استراحت میروم، و پیش دوست داشتم میروم، گ این مخفی است. واریانت ا. یعنی برای گذراندن با خواهش مخلصان، دعوت مخلصان به کنسرت میروم. کنسرت. دوست داشتن ندارید؟ نه. همینجا فقط شوهر دارید؟ میبخشید شوهر دارید. به هر صورت سوال دیگر. از دوستان خیانت دیده اید؟ ا بله بسیار، ب نه ندیدم، و به دوستی باوری ندارم. یا بار دیگه سوالتم. از دوستان خیانت دیده اید؟ ا بله دیدگیم. بسیار دیده اید؟ بسیار دیده؟ کم. کی به شما خیانت کرد؟ مثلا دوست داشته‌تون، دوگانه هایتون، یگون هم کسب و هم کارتون مثلا خیانت گفته؟ چه خیلی خیانت؟ همه طرف کم دیدگیم. یا تا دوتا. کم. بسیار نه کم. از شوهرتون چی؟ از شوهرم. چه خیلی خیانت کرد به شما؟ خیانتی که با دیگر کس قپیدن چه؟ قپیدم نه، فهمیدم. فهمیدی؟ شوهر اولتون نه؟ ای شوهر وزیره نه؟ نه پیشین. شوهر حکومتون. دیومش چی؟ دیومش ولی خیانت نکرده است به فکرم. اگر رفتی خیانت کنه چیکار میکنی؟ من فرض کردیم که شما ساعت 2 شب خیانت نکنم شما какой привет такой ответ. فرض کردیم که ساعت 2 شب شما از طرف خونه از کار میوید که منمون در بالای دیوان شما شوهرتون با یگان خانم زیبا، یگان رقاصه زیبا عیش و عشرت داره، چیکار میکنی؟ هیچ نمیکنم. با ما هم خیانت میکنم بس شد. یک میشود. عجایب. با همین زندگی را خاتمه میبخشه. خاتمه میبخشه. خب سوال دیگر.
انمون شما یک ماشین دارید رنج روور، ها؟ بسیار ماشین گران است. همین رو چگونه خریدید؟ شوهرم خرید. ب دوست داشتم با من تحفه کرد. و خودم خریدم. گ این کار شما نیست. وریانتی و خودم خریدم. خریدید. همه مبلغ چقدر ارزش داشت اگر مخفی نباشه؟ اول گرفتگیم در سال 2015 بود. 220,000 سوم خریدگی بودم. نه خریدم دنیا از دست. نه ای دست. نه دست خریدم. از 2015 تا حضور هم ماشین عوض نکردید. نه. برای چی دوست داشتین چه؟ یا وای میشه با دلم نمیشه. نمیشه فروشنشه. خب اگر مرد میبوده چی کاره میشیدید؟ میلیسا میشدم. ب ورزشگر میشدم. و سراینده یا ریپر میشدم. گ استای ماشین. میلیسا میشدم. میلیسا میشدیم. برای چی میلیسا؟ برای چی تاجیر نه؟ من استای ماشین نه یا یگون سراینده نه؟ برای که بسیارتر امی مرا میگن که تو باید ملیسا میشدی، خیلی سیریوز نی، شوخی نمیکنی، نمیخندی. وقتی مامای گودکیم نغز میدیدم. مادرم گفت که نه، گفت کاری دختری نیست، گفت یا دوزنده شه یا دختر شه. یا دوزنده یا دختر. با بردن در کالج طبی داخل کردم. راضی نشدم والیدم. نموندن که ملیسا شد. نه. یعنی این زمان شما بغیر از سرایندگی باز هنری همشیره طب. ولی همچون همشیره طب کار نمیکنی؟ نه. اگر ترک صحنه کنید فکر میکنم که مشغول میشوید. مشغول اک خانه دا برای اهل اویلا خانواده میکنم کار نه اکول وایشونه خیلی کاری دولده نیست. این زمان در شهر دوشنبه زندگی فعالیت میکنید. خانه دارید؟ بله. خودتون خریدید یا اگه کس توفق؟ خودم خریدم. ماشین هم خودتون خریدید؟ خانه هم خودتون خریدید. برای چی؟ دیگران نمیخرن یا خودتون نمیخواید؟ خودم خداوند ما در دست داده، چشم داده، پا داده، مهنت کردم، ننگ ناموس کردم، گرفتم. یعنی خودتون با بله. مهنت و تلاش و زحمتی حلال خود خریدید؟ بله بله. اگر توفق نه چی نمیگیرید؟ میگیرم. میگیرید؟ ما بیاید به خاطر والیدگی طبع مخلصان من فکر میکنم شما یک سرودی بچه غرمی داشتید. بله. خطا نکنم اگر مردم غرب ما رو بسیار تماشا میکنن برایشان 4 مصرع نمون سرود غرمی رو میخونه بس صحبت رو ادامه میدی. مایلاش هدره های کمراب مگل میکارم یک بچه هکی غرمی شده خشدارم ای بچه ای دشنبه نسوزان تمنه همون بچه هکی غرمی را دوست میدارم همون بچه هکی غرمی را دوست میدارم یک گلی سنجید ببرید کوزه چم در برمه آبی غرمه برمه اچه جون جنگم نکن بیارک مامه برمه کوزه چم در برمه آبی غرمه برمه اچه جون جنگم نکن بیارک مامه برمه. سلامت باشید. این سرود با یگان دوست داشته غرمیتون خونده چی؟ نه بسیار مخلصم ای غرمه. خودتون ای غرم نیستی؟ نه خودم ای سرم. شوهرتون چی؟ شوهرم؟ ای غرم نیست؟ نه. بعدی که همین سرود خوندین بسیار زنگ نزدن از غرم؟ یگان مرد غرمی عاشق نشد چی؟ بسیار شدگه عاشق. زنگ میزنن؟ طلبگاراش بسیاره. خیلی همه را بو گرفته نشود؟ بله. سلامت باشید. و رد میکنم بسیارشا. چی آرزو دارید که تا حال عملی نشده است میخواهید که در سال 2021 عملی شود؟ آرزو؟
چی آرزو دارم؟ شامل همه آرزوام است شدسته است. آرزویی که مثلا دویم در فکر اون هستید میخواهید که اون عملی شود اما تا حال عملی نشده است. صنعتکار چی آرزو داشته میتواند در فکر شما از همه آرزوی بزرگی صنعتکار چی است؟ آرزوی بزرگ پیشروی صنعتش، بعدا مخلص بسیار پیدا کردنش، میخوام مشهور باشم. کنسرت بزرگ در شهر دوشنبه برپا کردن، میخوام برپا کردن، حالی ایقافش نشدم. یگون بار کنسرت برپا کرده بودید در شهر دوشنبه؟ نه. تماما نکرده بودید؟ نه. در دیگر جایی ها چی؟ نه نکردم. نکردید. تشکر میگویم به شما برای یک صحبت گرم و صمیمی که تکلیف ما را رد نکردید و برنامه ما زنده باشه. تشریف آوردید. و در آخر چی تمنیات به مخلصان و بینندگان برنامه ما دارید؟ تمنیات خود را به مخلصان برنامه شما میرسانم که بسیارتر برنامه های شما را گوش کنن، تماشا کنن و با ما باشن، با برنامه شما باشن. سلامت باشید. زنده باشن. بار دیگر خوش آمدید و به کارهای منبعد شما برای رو موفقیت خوانید. رحمت. بینندگان عزیز، برنامه اسرار هنر بود تقدیم شما از کانال ام پروداکشن و شما با کانال ما ابونه شدن رو فراموش نسازید. دستگیری شما پیشروی ما می شود. خیر تا برنامه های دیگر.